دوستان عزیز خاندتون عیدر زدگین خداوند صبر جمیل تودیا میدونم درتون قینای شاید ایدی گذشته نزدیکترین شخصیت هم در این سری دسترخوان بود ایده نیست پدر ما تد میشم ها ایدی نام برک خمو بکلی یورک ایدی مورا بیاره ایدی شما مبارک که امروز فرزندای که در راه دوریان خداوند ساق و سلامت به نزد شما به نزد زن فرزندتون برگردن نگاه کنید ای نماز برآمدم من خاطر فلیا ایبریا پیدا دیرا اکای قربونی ای کس در توجتونه مرحمت خونه ما اید بیایی تا دختره کی میشه؟ کشری کوش یا بسم الله ما داکی جو بچه دارم همی زنک بهتر شد که بهتر ها ایرا بی سوت هم دادن دست 6 10 11 اسکی در پخش مستقیمین یه لایک بوجی خینه بدرون یک کمیتر بنویسین به خاطر دادرتون برای ایدی سعید قربان. مرکز خدمترسانی زیارت شاب طول یک چند وقت می شود که توابط گیمرید را بهر میزاجان خود کشاده اعلام کرده است. شخصانی که در مسکو و مسکوفسکی اوبلاست می باشند می توانند که به سراغ ما انا همون دکان خاکسارانه تاجیکانه ان شاء الله مراجعت کنند برای توابط گیمرید. توابط گیمرید وابسته از حالت بیمار بوده از 4 تا 8 ساعت دوام می دهد و با داروهای گیاهی که از کتاب ابو علی ابن سینا گرفته شده است توابت کرده می شود. چون همیشگی برای توابت گیمرید حجامه و دریافت کردن داروهای گیاهی به دکان خاکسارانه ما تشریف آورید. تنتان صحت باشه. السلام علیکم دوستان عزیز، شما را با عید سعید قربان تبریک گفته پیش از همه دعا میکنم که خداوند همه وقت در خانه‌تون فیض و برکت باشند. این لحظه با صبح صادق هستیم، سفربر شدیم به نماز عید سعید قربان. بهترین نماز انمی نماز هست که انسان چیکار میکنه؟ نماز عید سعید قربان میخونه، یعنی در نماز اشتراک میکنه. و همین خاطر الحمدلله امروز روز سعید جمعه نماز میخونیم، با نماز پیشی نماز جمعه میریم و از نماز که گشتیم قربانی میکنیم، یک تکر قربانی میکنیم. به همین خاطر دوستان عزیز نوارا با دقت تماشا کنین. مردمی که در فدراسیون هستین خدا کنه ساق و سلامت به نزد پدر و مادر زن فرزندانتون برگردین. در حق بنده رحم جان دعا فراموش نکنین. یه لایک کامنت به خاطر موتیواسیون به خاطر پیشرفت کار ما بزنیم، بهترین میشه. ماشاءالله نماز دوستان عزیز از نماز برآمدیم الحمدلله. با مایده نمیریم اکمون دیدکشون برایش سه بهترین همه مای مردم نگاه کنیم. ای نماز برآمدم من خاطر برادران غریبش در حق شما دعا میکنیم الکی خداوند باز ساق سلامت بین انشالله که بهترین عید میشه و عید سعید قربان میریم برای قربانی کردن. دوره کدکیده باید میره میگیم ایدی نام برک خمو بکلی یورک ایدی مورا بیاره ایدی شما مبارک. دوستان عزیز انشاءالله که بهترین روز قرار داریم، روز سعید جمعه و بهترین عید سعید قربان. اگه میریم دادرمون ایسون جان خطیم اپراترای چیکار میکنیم؟ بزن میاریم قربانی میکنیم. خداوند خیرمون رو به درگاهشون قبول گردونه. امروز قربانی را انشاءالله همراه همه ما و شما میخویم. هر کس در توجتونه مرحمت خونه ما اید بیایید. در خونه ما زواج میتونم پفاق میتونم چوپا چوپوس سه. دوستان عزیز امیر تکه نمیدونه که وقتش سر کرده گه این اینجا بیرا استاک میخفه میاریم همین تکه تکه قربانی های بزای خدمون تکه تکه مال قربانی خریدگی نیستیم، برای همون نیت کرده بودیم. همون تکه حاضر میبریم میکشیم میبینیم که گوشتش خیلی واقعا هم کمتر خرابتره که لگه انشاءالله که بهترین ما گوشت نمیکشیم که پدر پهریزه با هم خاطر امسال باشه پدر در حج فرضی خطی مادر انشاءالله در حقش دعاگو باشین. در حق همتون دعا میکنیم میریم انشاءالله. بیا نمیدونه که آخرون رفت شد خیلی به هر حال
ایرا خداوند برای همه آفریدگی که چیزی حلال برای خوردن امروز در نصیبش قربانی بودن. بسم الله. کن باشه میبنده. همه حالتی اشتم به نهایت نازکه چون که با تمام جانش صندل میزنه و زور میزنه و به همه خاطر رو بخشوی که بلش میکنیم انشاءالله نیت میکنیم اینجا جای کشتنشه بلندی باید همه خیلی بیسه کار چرا بیاد بیاین 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 دوستان عزیز بهترین کودک را بینید بزنیم کلا مونده برای کودک بیاین یک خانشه بزنه انا یارا میگم السلام علیکم بچه کی میشه تو بچه کی دیگه تا چی بچه کی دیگه تو بچه کی میشه بچه رامو ای ماشاءالله بخبیره انا بخبیره یا بخا السلام علیکم تو بچه کی میشه بچه کی کدوم رحیم پدک شد یا بسم الله ما داکی جو بچه دارم همین زرک بترسید که میترسم هر روز یکو گودک میام تو بچه کدوم رحیم پدک نی رحیم پدک شد ما کو هست یک وقت دیگه رحیم پدک شد ها ما تاد میشم ها ما خیر در همه جوی تایی خوبه برید مایل شما ده در یکون جای دیگه نگوی مردم باور میکنه فهمیدی مایل بسم عزیز همه خیلی یکی به خاطر هم تری تهمت تو ذکر کو بیشویه بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز انا که یک زوری دیگر میزنیمش میمونیمش انا دوستان عزیز انشالله که بهترینه شما تون بتونید با هم خاطر کشتن کارچزنیش نمیزنیم که یوتیوب افتر اسکیپ پراف میقپه فقط تماشا کنین در حقمون دوره فراموش نکنین بیار آواد خیلی یا ابو جان خیلی ای چوب رو اومدی سلامتی چخلای این کلیدی پاسه که یکم خورای مو میاد خیلی کار برو بیا باری من دبیس کلا پوچه بزنم بگیری بتون خونه میذاری ها حاجی دریاش میگیرمش بگی بار ابو جان هم اد میشناسه نه نام اورجینال چی بود ابوبکر ابن کی ها ابن پایلو دیرا همه بانو یاتار میگذاره بانو میوچاج میگذاره چی مداری بقوات آیا تاجا بزنه بزا کشتشن کلا پوچک شما تو مد بار پوگزا فهمیدی دیگ دب دوست دالا مایلاش خانش دل جگر شما گیری نه خاطر بهتر نمیتی بوده که میستا زنی میگی نه خیلی مرد کی گم نمیزنی ای چه بفهمی مرد کی برای بچه اتات کیه تا مرد کیه اتا چی رو دارای شیرین کدام شیرین شیرین جنبه ای تو بچه اون نیستی تو دو مونا نیستی چی با بینی تو کجلای روسونا تو چندم بچه شی هم زن یکم جو دیمو یکم الحمدلله اینا گفته مردک بزا کشتیم حقیقتا دا ایدی قربانی خریه فقط انا این هم گفته چیو مگه هندوکا کشتیسی هم تو اشکا کی این همه عین خدمتش بود عزیز اینی برای هم گفت چیو قورو اینجا دایی گفتی نخور دسترخوانی جان اونا انا اینجا نگاه کنین چل بهترینه این اینجا دا نون اینجا دسترخوانه اینجا دا این خیلی جیانکو ای دومسی تا دختره کی میشه کم محمد شریف مالا تو دختره کی میشه مالا دیز خوش اومده اینید و تخم دادن کجا دادن ما برام بگیرم کجا دادن بگی یک خانشه بزنم خوش اومده بیو بیو ای دومدی ها بچه کی میشی بچه اتا کی اتا خانشه بزنم انا ها اینجا دا ماشین چه ایستادگی اید نگاه کنیم
خدا کو عید کرده سن عید نو مبارک عجایب دوره بخدا اینا نگاه کنید مردم دیگه همه ایداره دیگه این چی نم داره؟ براتنی ما که بنیامینه سیم چند چیزی بنیامین جان؟ سیم چند که خالتا تایشون تی؟ چند تخم کردی؟ واه یک تخم یا بگه 5 تا 5 تا کردی؟ تخمون های کجا دادن؟ با او ها؟ ایرا بی 4 تا سوت هم دادن دست دیونه 4 تا؟ تو چند تا داری کوی پاکیت؟ تی رادا خدا رفتم میسی ای تو چند تایی؟ واه ایرا بی تو دختره کی میشه؟ کشری کم شیرین؟ شیرینی سلیمی ای مالادیس خوش اومدین بینامی جان خالتا داری کو؟ یاد شای کیه؟ این چی بنا میگیره؟ خیلی ماهینه یاد دیگه بچه کی میشه؟ بچه کی؟ دوستان عزیز الحمدلله بزرگشتیم بچه اومده عبدالله جان السلام علیکم اخطان ده بچه هم ده چخیلی جان ای بچه هم چخیلی خوبی چند تخم کردی؟ حساب که نگو 2 3 4 5 6 10 ها بلند 1 2 3 4 5 6 10 11 دوستان عزیز این تخمار خوردگی شد دادره حساب که سر خان تابزا چند چوباش پوست کردی؟ حساب که 2 3 چند ساقی شد تا سری حساب که بلند 2 3 بلند 4 ها 5 ها 6 ها 8 ها 9 ها 10 ها 11 ها 12 aha 13 aha 14 aha 15 aha 18 18 aha 19 19 سی 30 چند سی بچه Ya gala basta. دوستان عزیز الحمدلله یما شکر اینا باز بو میره بو یگون چی میخری میره اید گرده ها بس ای Qishloq digari merawa. بفرستید باید خاطر بهترین شما تماشا کنین راحت کنین امروز فقط یک لایک در یک سومکه چه دادن با چی دادن چالا پالا ندادن کی را دادی ای ممبرم اتا تنمت یگون چی اوخی ها ها شبزنه حرکت کنین یا لایک در یک ندارم بهترین شما میشود الله نگهبانتون صورت بگی دوستان عزیز چونانی که میگن که عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است دوستان رو تبریک نمودن این سنت پیامبر است واقعا هم عید سعید قربان عید سعید رمضان بهترین عیدای هستند که از جانب ما مردم مسلمان همه سال جشن میگیریم و هم خاطر دوستان عزیز چی گفتن بسیار با مادرای عزیز پدرای جگرمند که امروز روزی هست که فرزنداشون در غریبی هستند یا اینکه برادرای غریبی که پدر مادرتون در وطن عزیزند امروز بهترین روزی که باید در پیش فرزنده باشین لیک تقاضای زندگی روزگار زندگی مجبور کردگی در ملک غریبین اولا دعا میکنیم برادرجانای عزیز که در کجای باشین خداوند پشت پناه و نگهبانتون باشه مادرای عزیز دعا میکنیم که امروز فرزندای که در راه دورین خداوند ساق و سلامت به نزد شما به نزد زن فرزندکشون برگردن نگفتنمون دوستان عزیز نوار کردن من بچه خاطر بود این هم مرا با او خاطر بود که ما مردم مسلمان در هر جای باشیم نباشیم باید در بهترین روز در حق یکدیگر دعا کنیم روز سعید جمعه و روز سعید عید قربان هزار رحمت کردم دوستان عزیز نوار کردن به خاطر پیشرفت کار به خاطر آبادانه به خاطر عید سعید یک دستگیری فراموش نکنین ان شاء الله مادرایی که فرزنداتون از دست دادین خداوند صبر جمیلتون یا میدونم درتون قینای شاید عید گذشته نزدیکترین شخصیت‌ها در این سری دسترخوان بود عید نیست پدر مادر برادر نو واسه هر کسی باشه نباشه به همین خاطر بدن انسان غنیمت یک روز خوب دونستن در کار کینه و حسد و بخیلی را دل دور کردن در کار بهتر خوبترش هم میشه اگر یگون تگپی پس بالا گفته باشیم یگون سخنای ناجور گفته باشیم در همه عید سعید قربان از همه شما معذرت میخوایم ببخشیم برادران عزیز بنده به خطا نمیشود فقط در حق ما در کامنتری دعا را فراموش نکنید چون که همه وقت اول و آخر خدا بعدا به دعای شما نیاز دارم با شما بودم بنده رحیم جان هر کسی که در پخش مستقیم یا لایک بجخینه بدون یک کامنتر بنویسین به خاطر دادرتون برای عید سعید قربان یک بار دیگه مبارک شود برای هر یک کدام شما عید سعید قربان السلام علیکم